یهودیان اسرائیلی و عرب‌های فلسطینی هر دو خواهان یک سرزمین هستند. کشور اسرائیل سال 1948 به دنبال جنگ جهانی دوم ایجاد شد، اما درگیری‌هایی که از آن تاریخ تا کنون میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان در جریان بوده به زمانی دیرینه‌تر از اون برمیگرده، چرا که فلسطینی‌ها باور دارند که اونجا سرزمین اونهاست، اما اسرائیلیان باور دارند که آنجا سرزمین آباءاجدادی آنهاست، چرا که معبد اورشلیم در آنجا واقع شده. در واقع این موقعیت مکانی جنبه بسیار خاصی دارد، از طرفی برای اعراب و مسلمانان به خاطر اینکه نخستین قبله بوده و همینطور مسجد الاقصی بسیار ارزشمند است. برای اسرائیلی ها هم ارزشمند است، چرا که معبد اورشلیم برایشان مقدس می باشد و همینطور برای مسیحیان نیز مقدس است، چرا که حضرت مسیح در آنجا به صلیب کشیده شد. حالا به نظر شما حق با کدامی که از این مردمان است و اینکه آخر این ماجرا به کجا ختم می شود؟